جایی که دستت میرسد کار بکن قبل از آن که از دستت نیاد هیچ کار. وقتی که ملائکه آمد دیگه جان تگرو بگوی اکو بیس میرم از زکات میتم، بیس اکو میرم اوچما حج روی میکنم، بیس اکو من میرم اپام بیچاره شوش دترمای ما اولاد خوب چهار میبرم زندگیش دیگه تمام وقت بود چید میگه. شانس دادم، همین قروز نگات کردم، مال دادم، چی دادم نکردی. اون مرده که در خانه اومد گفت زن ما در بالنیسا کسی رو وکدیسن، کودک میگه جان میگه ما برم، کودک میگه ما برم، دکتر میگه $500 بیار که زن تا شکمش چوک کنیم کودک بگیریم. اومد در خانه داشتی پول ندادیش، او میگه ملائکه بتره امتحان کرد، اگر همون میدادی میبرم میرفت من مال تایید زیاد میکردم، عید چیز میکردم، نه که من به او دارم به شکل ملائکه رای کردم تو نکردی. و همین خاطر از دست چیزی میاد کمک کنین، خدمت کنین، خدمت میمونه و خوبی میمونه. فردا که وقتی در این تابوت سوار شدی خندان میره، میگه وقتی که انسان جنتی میفته مرا تیز برین، من نکنین، من جوم دیدم. السلام علیکم اکاها اپاها خواهرها مادرها پدرها، کارتان برای رشتیت اشمان خواهش دارم. ما به کمتر سوم نمیرسد، ما رویم تا بلیت خریم رویم تاجیکستان. شوهرم ایرپورت قپیده پیکس فریم جایم جا بردگی 3 ماه شده است. دوبار در بین همی زنگ زدن گپ زدیم، ما رویم میگویم مبلغی نداریم، ما رویم. اوی به التماس اشمان خواهش دارم ما به یاردم کنیتون، کمکی دستتون می اومدگیه یاردم کرتیتون اکاها اپاها خواهرها ما رویم در شهر مسافری ما عذاب کشیدیم 3 ماه شده. کمکی دستتون چند خیلی میرسد زورتون یاردم کنیتون، التماس اشمان. ما نمی پولی کوارتیرا ما داده لیچین دخترچه ما کرده، من میرم التماس اشمان. درداش به خدا جان قبول کند، اشمان خدا راضی باشد. جنتی میفته مرا تیز برین، من نکنین، من جوم دیدم اخی جنته، نه که آدمی که دوزخته جوش نشان میته این جد میگه. گیریه و نوله میکده، اینقدر داد فیغان میکده که اگر انسان میشنویده با جز انسان جینا و سگا و حیوانا و همه میشنویده، انسان اگر بشنویده دیوانه میشه دادی زدنی امورا. یک خداوند بزرگی شوید دهنش محکم میکده، ملائکه را میفته آوازش نبروه که مردم نفهمه، قدر سخته. و همین خاطر همه وقت به یاد مرگ به یاد خدا باشین. دست در چی شید؟ دیوم میگه ان شبابه فی مبنه، ای جوانیت میپرسه مولوی در جوانیت خوب بودی، همت مریض نبودی، دست پا داشتی، مسجد نیومدی، نماز نخوندی، نماز تهجد نخوندی، پیر کشیدی پادرد میشه، سردرد میشه، دیگه دستت کوتاه میشه. در جوانی چیکار کردی کو بگو؟ یک تاش میپرسه. سیوم میگه ان ماله، مالی که عین مکتسبه و عین انفقه، مالی که دادم از کدام طریق کسب کردی و کدام طریق صرف کردی. و طریق یعنی راه، طریق راه میگم به عربی، یعنی از کدام راه حلال آمد و کدام راه حلال رفت، از کدام راه حرام آوردیش و کدام راه حرام رفت، او را همش میپرسه. پنجم میگه از علمی که متر دادم مولوی او تای امینجان مرد چرا نرفتی امورا بگوی، مادراتون بودن، خواهرات بود، برادرها بود، نگفتی حدیثی مرا. از علمی ما وظیفه مونمیه. بعضی ها میگن ملا میروند، نه، هدف مقصد ما خودنمایی و سخنرانی نیست، هدف مقصد ما که یک کلام خدا را برسونیم. رسول خدا گفت بلغوا عنی ولو آیه، شما یک حدیث ما یاد گفتیم برسین، شاید به واسطه همین جنازه یک رجب علی، به واسطه همین مرگ همین یک کسی دویا شوه اوزی برو مادرش دست شما چکنه در 8 جنت وی میشود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که مادراتون قدماشون گفت جنته، برین اگر هر کسی پای مادرش ببوسه جنت گویا بوسیدگیه. اینقدر جنت یافتنش آسانه، برای همین یک مادر خدا داده و طریق همین مادر میتونی جنت بیوی.